علی معیدی هستم. در این اپیزود اومدیم که شما رو معرفی کنیم با ابزارات پایه الکترونیک تعمیراتی. ابزار قلکش، سیم لحیم، روغن فلکس، سیم مسی برای تمیز کننده نوک هویتون، این که هویه برای هیتروویه هست. این هم ابزار تست قطعات الکترونیکی هست که برای هنرجویان مبتدی به کار میره. به جای مولتیمترمون، مولتیمتر برای تست ولتاژ AC، ولتاژ DC، اوم، دیود، بازر، خازن، فرکانس، ترانزیستور، دما، آمپر، میلی آمپر می باشد. این دستگاهمون دستگاه هیتروویه هست که یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین ابزار تعمیراتی هست که باید هر فرد تعمیرکار این دستگاه رو داشته باشه. هیتر کارش اولا اینه که باد داغ بده بیرون که قطعات SMD رو بتونیم برداریم، که این مربوط به دمای هیتر هست. تنظیم باد هیتر میتونیم تنظیم بکنیم. اینجا ولومش اینه. اینم ولوم هویه هست که میتونیم درجه گرمای هویه رو تنظیم بکنیم. اینم درجه حرارت هیتر رو میتونیم تنظیم کنیم که معمولا بین 300 تا 400 درجه برای برد الکترونیکی به کار میبریم و اینم هویه‌مون هم بین 300 تا 400 درجه به کار میبره. ابزار بعدیمون منبع تغذیه هست. این یکی از بهترین برندهای منبع تغذیه ما هست که میتونیم آمپر و ولتاژ رو درونش ببینیم که دستگاهی رو بهش وصل کردیم چه ولتاژی برای اون دستگاه تغذیه بشه و چه آمپری اون دستگاه میکشه. هم ولتاژ و هم آمپر دستگاه رو نشون بده.